در تاجیکستان تحریف کادری مذهبی برگزار گردید. امامعلی رحمان روز 17 اپریل قرار حکومت درباره برکناری معاونان رئیس کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی را امضا کرد. طوری در سامانه پرزیدنت خبر دادند معاون اول دیرکتور گنرالی کارخانه واحد دولتی غفارزاده جورخان محمد از وظیفه خود آزاد کرده شد. جبارزاده خورشیدپوری نیز از وظیفه معاون سردار این ریاست آزاد کرده شد. هر دو منصبدار به مناسبت به کار دیگر گذشتند از وظیفه آزاد کرده شدند. داستیزاده عبدالعزیز عبدالرشید معاون اول و رسولزاده رجبعلی عبدالسعید معاون دیرکتور گنرالی کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی تعیین گردیدند. همچنین وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در موافقه با امامعلی رحمان مدیران نو شعبه کارهای داخلی را در ناحیه اسماعیل سامانی در شهرهای خاروخ، حصار، ترسونزاده، گلستان و استرافشان تعیین کرد. خبر می‌دهد دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان. گفته می شود که رهبران شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه‌های لخش، لوکند، خراسان، واسع، دنغره، شمس‌الدین شاهین، پنج، مومین‌آباد، فرخار، خاولینگ، باباجان غفوروف، جبار رسولوف و مسجای کوهی نیز عوض شدند. دفتر مطبوعات تاکید می‌کند که به حیث سرداران میلیسا کادرهای با تجربه و صاحب اختصاص تعیین شدند. روز 17 اپریل آنها را امامعلی رحمان شخصاً به حضور پذیرفت. ناظران قید می‌کنند که چنین گردش‌های گسترده کادرها در تاجیکستان یک عمل مقرری و بخشی از تبلیغات رژیم است که تغییرات کادری را همچون مبارزه با فساد و امکان بالا رفتن نسل نورز در زینه‌های منصب معرفی می‌کند. اما اگر به تغییرات کادری جاری شده عمیق نظر اندازیم عیان می‌گردد که هر دفعه چهره‌های کهنه در وظیفه‌های اشغال کرده‌شان یکدیگر را عوض می‌کنند. همین طریق منصبداران هر دفعه منصب‌های بلند را نگاه داشته جای کاریشان را عوض می‌کنند که این طبیعی است، زیرا هر کدام آنها با این یا آن طور به کلان امامعلی رحمان ارتباط دارند. فعالیت کاری ما شما از رهبر دولت سرکرده برای مردم آینه برای معلوم باشد.